یکی از بازیکنان من دوباره اومدم آیتم کنم لال شدم. الان دقیقاً موقع ضبط آیتم من آمبولانس داره رد میشه. برو حالا راه رو واکنین براش. من میام حرف بزنم آمبولانس رد میشه. سلام، امیدوارم حالتون خوب و اوضاع بر وفق مراد باشه. من همچنان راحلم و با پشت صحنه زندگی بازیکنان فوتبال در خدمت شما. عینک زدم نشناختین؟ نه با من همونم. همون گلی که بودم هنوز هستم. هیچ تغییری هم نکردم. اما یه عینک براتون زدم امروز به یک دلیلی. اونم اینه که یه همین عینک ساده که الان قیافه منو عوض کرده، توی دوره‌های مختلف فوتبال خیلی از فوتبالیست‌ها یک چهره‌ها و یک قیافه‌هایی داشتن که به خاطر اونا اتفاقا بیشتر معروف شدن تا حتی بازیشون. البته هستن آدم‌هایی که دوتای اینا رو داشتن، یعنی هم آدم معروفی بودن به خاطر فوتبالشون و هم به خاطر چهره و استایلی که داشتن. اما بعضی از فوتبالیست‌ها هستن که فقط به خاطر چهره‌های عجیبشون و استایل‌های عجیبی که می‌کردن معروف شدن. امروز می‌خوام راجع به اونا باهاتون حرف بزنم. آقا رودگولیت که فکر میکنم همه ایشون رو با موهای بلند بافته به یاد میارید. به شدت بازیکن موفقی بودن، جایزه بهترین بازیکن بردن، اما از اون طرف به خاطر اینکه مثلا مردم آفریقا به گرسنگیشون یا نجات پرستیشون اعتراض داشتن، موهاشون رو مدل اونها بلند میکردن و میبافتن. حتی یه بار جایزه‌شون رو به نلسون ماندلا تقدیم کردن که اون موقع تو زندان بود. حتی این کاری که داشت میکرد خیلی حرکت انسان دوستانه‌ای بود و به خاطر اینکه این اعتراضشون نشون بده موهاشو مدل بافته بلند درست میکرد، ولی موقع خودش خیلی عجیب غریب بود. اون موقع بابا همه آلمانی میزدن. آره این قیافه رودگولیت این شکلی بود، کلا عجیب بود و به خاطر الان میگن رودگولیت، اول همه مدل موی رودگولیت یادتون میاد تا حالا جوایزی گرفته یا بازی که داشته. یکی از بازیکنانی که خیلی توی چهره و قیافه و استایل هم خودش عجیب غریب بوده، هم اتفاقای عجیب غریب درست کرده، دیوید بکامه. تو به این چی کار داری؟ تو به من چی کار داری؟ من به تو کار دارم، تو به من چی کار داری؟ تو به اینا چی کار داری؟ تو چی کار داری؟ حالا اینکه خال کوبی و اینا داشت رو کار ندارم، ولی مثلا یه مدت موهاش مدل درست می‌کرد، مدل خروسی، اینجوری شاخ درست می‌کرد وسط سرش. حتی باعث شد که البته خیلی سریع عوض کردید مدل، به خاطر اینکه باعث شد که چون اون موقع خیلی الگو بود، یه سری بچه مدرسه‌ای اومدن موهاشون رو مثل مدل موهای بکام درست کردن و مدرسه اخراجشون کردن. بعد دیگه بکام دید خیلی زایه است، مدل موهاشو عوض کرد. یا بکام جز اولین فوتبالیستایی بود که با تیغ وسط ابروش یه خط انداخت. اون موقع مثلا خیلی چیز عجیب غریبی بود و اینا، نمیدونم اصلا چی کار می‌کردن این سرطانی‌ها دور از جون اینجا برمی داشتن یهو وسط ابرو رو خالی می‌کرد. بکام جز اولین آدمایی که این کارو انجام داد و خب خیلی هم دوباره این کارو به خاطر اون انجام دادن و دوباره این کار رو هم متوقف کرد. هرچند الان بچه خوبی شده، الان دیگه خالکوبی جدید نداره، کار خیرخواهانه میکنه، آقا شده، میشینه یه گوشه با دمپایی میره فشن شو کیم کارداشیان و اینا، با دخترش با هم دیگه آرایش میکنن، آقا شده. ولی جوون بود، این کار عجیب غریب زیاد داشت. ولی خروسیه رو یادتونه ایران هم مد شده بود، اینجوری شاخ میکردن وسط درست میکنن. خیلی کار سختی هم هست درست کردن این موها، خیلی وقت میذاشتین براش، دستتون درد نکنه. نوکرتم. آقای ادگار داویدز به خاطر عمل جراحی چشمی که انجام میده، تا مدت‌ها بعد از جراحی چشمش یک عینک مدل خاص و مخصوصی داشت که میزد، بیشتر به خاطر اون عینکه به یادش میاد و بعدش هم انگار خیلی بهش میاد و اوکیه و خوب و اینا، همه نگه داشت. شاید مثلا دیگه از فوریت پزشکی هم نیازی نداشت که این کارو بکنه، ولی عینکه رو میزد. یه خواننده‌ای هم داریم ما این شکلیه، فکر کنم مثلا چشو عمل کرده بود، یه عینک آفتابی زد، بعد دید خیلی باحاله، هنوزم میزنه، خیلی صدای خوبی هم داره. من خودم جز فناشم، خیلی هم صداشو دوست دارم، ولی عینک رو میزنه، یعنی عینک چشش نیافتاده وسط کنسرت تو شب چششو نمیبینه، اما عینک هست. لحظه هارا با تو بودن. یه فیلمی هست به اسم صورت زخمی، اونایی که اهل فیلم و اینا دیدن، اینا رو اون نساختن ها، ولی به آقای ریبری، به آقای فرانک ریبری میگن صورت زخمی. دلیلش هم اینه که تو 2 سالگی یه تصادف خیلی شدید میکنه با یه کامیونی انگار و یه طرف صورتش نزدیک 100 تا بخیه میخوره. یا حضرت عباس! خب دیگه حالا 2 تا 3 تا 5 تا بخیه میره بعد چند سال. 100 تا بخیه خود جابجا ممکنه بشه ولی سر جاش مونده.
و این صورت زخمی که اسم گذاشتن روشون و اینا جزء چیزایی بود که وقتی اسم فرانک ریبری میاد اولین چیزی که یاد آدما میفته از قیافه و صورتشون این زخمیه که از اینجا تا اینجای صورتشون وجود داره. آدم خیلی خوبی هم هست، حتی مثلا با رونالدو و مسی تو سالهای مختلف شانس برنده شدن توپ طلا رو داشته. یه دفعه یه سالی یکی از سایت‌های فرانسوی در نهایت بدجنسی لقب زشت‌ترین بازیکن فوتبال رو بهش داده بوده. با کی بوده این؟ چی با کی بودی؟ برو تو آقای عزیز با کی بوده الان گفت؟ خیلی بدجنس بودم بابا، دست خودش که نبوده، 2 سالگی تصادف زخم، بعد لیزر نمیشد بکنتش، خب لیزرش میکردی، اما خب مشخصش بوده دیگه، داشته باش حال میکرده. چه میدونم به من چه اصلا آقا، در هر صورت آقای ریبری هم یه زخم انقدی دارن که به اسم صورت زخمی میشناسنشون بهش. مردم تا حرف بزنم. آقای پیتر چک هم وقتی اسمشون میاد یه کلاهی روی کلهشون یاد همه میفته که اصلا کلاه نمیتونست مثلا کلاهی باشه که فوتبالیست سرش بذاره، با اینکه دروازه‌بانه. توی یه بازی زانوی یکی از بازیکن‌ها آقای استفان هات فکر می‌کنم میخوره تو سرشون و خودشون میگن از این برخورد آقای چک میگه من چیزی به خاطرم نمیاد. در هر صورت همونجا بیهوش میشه و میره بیمارستان و عمل جراحی و 2 تا قطعه فلزی میذارن توی جمجمه‌اش و از اون به بعد این کلاهه که انگار کلاه راگبی طوری هم هست سرش میذاره، چون که چند تا لایه داره و از سرش محافظت میکرده. چندین سال این کلاه رو استفاده میکنه و نه انگار بهش هم میاد، حتی به اسم دروازه‌بان کلاهدار معروف میشه و اینو نگه میداره با خودش. اینکه بعد از چند سال لازم بوده یا دیگه شده اف و ژستش در جریان نیستم. آقای هیگویتا بازیکن معروف کلمبیایی که البته کلمبیا یا آقای والدراما داره یا آقای هیگویتا داره که دوتایشون بازیکنان خیلی معروفی هستند. آقای والدراما موهای بلند فر زرد رنگ، آقای هیگویتا موهای بلند فر مشکی رنگ. آقای هیگویتا یه ضربه ای داشت عقرب از پشت، یعنی انقدر اعتماد به نفس داشت وای میسا توپ بالا سرش رد شه به پشت پاش که برسه اینجوری شپلق بزنه توپو برگردونه. خدای خیلی اعتماد به نفسش. این اعتماد به نفس آقای هیگویتا خارج از مستطیل سبزم داشت. قاچاق مواد مخدر و اینا هم میکرد. عجیبه غریبه تلقه ولی واقعیه. آدم باحالیه کلا، خوشم میاد ازش. یه عقرب فوتبالیست قاچاقچیه، خدایی فرق میکرده دیگه، ولی به خاطر این کرکتراش نه، ولی به خاطر موهاش خیلی معروف بوده. آقای تاریبو وست، من نمیدونم خونهشون آینه نداشتن، خیلی میخواسته فرق کنه. چه تصوری پشت سر این مدل مو بوده، مثل دختر بچه ها 2 تا اینجوری فرفری میبست، همینا رو هم رنگ میکرد سبز. هاشی چی میزنی قبل از رنگ که بری دم آینه خودتو نگاه کنی؟ آخه مگه داریم؟ تقریبا تمامی الگوهای زیباشناسی رو دگرگون کرده بود، ولی خب به خاطر همین خیلی معروف بود که مگه میشه عجق وجق تر از این خودتو درست کنی؟ نه فکر نمی‌کنم، نه نمیشه واقعا. آقای آبل جاویرم که بازیکن پیشین پرتغال، اصلا من حرف نمیزنم راجبش، یه عکس الان بهتون نشون میدیم شما ببین، 1 بار 1 سال موی یکسانی نداشته. ولی مگه میشه تو هیچ کار دیگه ای نکنی جز اینکه هر سال مدل موهاتو یه شکل درست کنی؟ زردم دوست داشته یعنی اکثریت غریب اتفاق زرده، ولی اینجوری مگه داریم؟ چرا سانانا؟ آقا سیسه هم از اون بازیکنان نیجریه‌ایه که خیلی دوست داشته متفاوت باشه. مو رنگ کردن الان نبینید مد همه دیگه موهاشون رو رنگ میکنن، حالا فوتبالیست باشی نباشی هم کاری نداره. الان نصف پسرا تو خیابون هم میبینی موهاشون ماشاءالله رنگ کردن دیگه. زرد نکرده باشن خاکستری رو زدن دیگه، جوگندمی کردیم همچین سن بره بالا و دختر کش و اینا. خدا رو شکر همه چی حله، بریم سر اصل مطلب. آقای سیسه اون موقع خودشون خیلی عجیب غریب بود که موها رنگ کنه. بعد اونم حالا مثلا با زرد و سبزم مثلا داشتیم، قرمز دونه اناری، اونم خیلی داشت می‌خواسته متفاوت ظاهر شه و واقعا هم متفاوت بوده. عجیب غریب ترین رنگ موها و ریشا و اینا رو به خودش دیده. بعضیاش هم بهش میاد خدا وکیلی. آقای راجا ناینگولان هم ایشون هم خیلی عجیب غریب موهاشو درست میکنه، یعنی یه تیکه این وسط میذاره، بعد این وسط 2 رنگ مشکی و حالا مثلا زرد سبز فلان اینا اینجوری درست میکنه. حتی میگن یه دفعه تو بمبگذاریایی که شده بود و اینا موقعی که داعش خیلی چیز بود گرفتنش، گفتن شما شبیه داعشیایی. چه ربطی داره؟ داعشی این شکلی نیستن، یا ریش و اینا دارن.
موهاشو مدل خروس درست نمیکنن، ولی اونم الان میشه گفت خیلی عجیب غریب موهاشو درست میکنه و بهش هم نمیاد. تو به اینا چیکار داری؟ تو چیکار داری؟ آقای پل پوگبا هم که کلهشو با دفتر نقاشی عوضی گرفته، یعنی ستاره میکشه، گل میکشه، خروس، هر چی رنگ میکنه، شکل با شکل درست میکنه این موها. یعنی یه آرایشگر گرفته و دل خودش کشته، گفته امروز اینو بکش رو سرم، هر روی یه چیزی رو سرش میکشه، بعد عکسش هم پست میکنه و اسمم روش میذاره، بعد به طرفداراش میگه خب اسم اینو امروز چی بذارم. یارو خاطی داشت یا؟ خیلی خلاقانه است واقعا. این اتفاق مورنگ کردن و موهای عجیب و غریب و چهره عجیب غریب داشتن فقط مختص به یه بازیکن توی تیمم نیست. تیم رومانی در سال 1998 تو جام جهانی کل تیم موها رو کردن زرد قناری و اعتقادشون هم این بود که این اتحادی که ما ایجاد کردیم باعث میشه که ما حتما صعود کنیم و اتفاق خوبی برامون بیفته. ولی آخه زرد البته نباید از یاد برد که مثلا رونالدینیو، خود رونالدو یا خیلی های دیگه، یعنی بخوام اسم بگم، یک دوره کوتاهی موهای عجق وجق و سانتیمانتال به قول خودشون داشتن، یعنی تحت تاثیر جو یه سری از بازیکن‌های فوتبال حداقل واسه یه دوره‌ای همچین جنگولک بازی از خودشون درآوردن. ولی اینایی که بهتون گفتن آدمایی بود که ول نکردن ماجرا رو، خوششون اومده بود و بهشون چسبیده بود و دیگه ولش نکرده بودن. ولی خیلیای دیگه هستن که توی دوره‌های مقطعی این شکلی بودن. به هر حال مثل این عینک که الان انقدر من میومد امروز و اجرای من بسیار دلپذیرتر کرده بود، تغییری میدین، تغییرتون این شکلی باشه که بهتون بیاد. چشم. عینک ساده هم میتونه در شما یک تغییری ایجاد بکنه که قشنگ باشه، دلچسب باشه، شیک باشه و بهتون بیاد. اصلا هر کاری میکنین تاش بهتون بیاد، سر جدتون بهتون بیاد. مراقبت کنید از خودتون تا هفته آینده. و یه موضوع دیگه از پشت پرده زندگی فوتبالیستا. خداحافظ.